ای جوان مردان مسلمان، ای کسانی که دعوای مسلمانی میکنید، غیرت و ناموس شما کجا شد؟ غیرت و ناموس شما کجا شد؟ مگر شما روز حساب و جزا را فراموش کرده اید؟ فراموش کرده اید که مسلمان اید و روز در پیشگاه الله مقتدر قائم می شوید؟ نخواد که غیرت و ناموس شما به همین درجه پست شده باشد که در پیش چشم زنان و دختران و کودکانی که آنجا حضور دارند رقص چاواندازی گفته رقاصه را به آغوش گیرید و حرکت‌های شهوانی کنید؟ از الله شرم نمی دارید؟ همین است مردانگی و غیرت و مسلمانی شما؟ حتی یک مرد افریقایی را به صحنه برآورده از او طلب میکنید که با رقاصه رقص کند و همه این کارهای حرام را، همه این کارهای بیغیرتی و دیوسی را در پیش خواهران و مادران و در پیش همسرانتون انجام میدهید. ای وای بر حال شما بر این مردان مسلمان، وای بر حال چنین مردانگی. مردن شما بهتر است. باز همین شمایید که از خیانت و بی‌حیایی زنان و دختران شکایت میکنید. توف بر چنین غیرت و مردانگی شما که چنین بزم و محفلهای شیطانی را برپا میکنید. توف بر چنین مسلمانی شما که چنین بی‌حیایی را میبینید و دم نمیزنید، بلکه برعکس دستگیری میکنید و همه این کارهای دیوسی و بیغیرتی را در پیش خواهران خود انجام میدهید. واقعا در طول تاریخ اسلام و مسلمین چنین بی‌حیایی وجود نداشت، ولی شما اولین کسانی هستید که چنین بی‌حیایی را برای نسل‌های بعدی تعلیم دادید. پس گناه کسانی که شما را دیده چنین کارهای شیطانی را برپا می کنند به دوش شماست و شما هم در گناه آنها شریک هستید. اما بدتر و پستر از شما کسانی هستند که به خاطر 2 تنگ پول یوتیوب چنین نوارهای شیطانی را در بین مسلمانان پهن می کنند و آخرت خود را برباد می دهند. آگاه باشید جوان مردان مسلمان، کسانی که چنین بزم و محفلهای شیطانی را برپا می کنند و کسانی که در چنین محفلهای شیطانی حاضر می شوند و کسانی که چنین نوارهای شیطانی را پهن می کنند و کسانی که در کامنتری ها چنین نوارهای حرام را تعریف می نویسند و لایک مانده دستگیری می کنند، الله متعال بر آنها غضب می کند و دیر یا زود غضب الله آنها را دامنگیر می شود. این را من نمی گویم. خوب اندیشه کنید که الله متعال در آیت 19 سوره نور برای کسانی که فقط دوست داشتند، آگاه باشید برادران عزیز، آنها فقط دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود، آنها را الله متعال به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرد. الله اکبر. خود آنها بی‌حیایی را پهن نکردند، بلکه فقط دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود. پس شما که خودتان بی‌حیایی را پهن کرده ایستاده اید، از الله نمی ترسید؟ نمی ترسید که این وعده عذاب پروردگار شما را دامنگیر شود؟ اگر توبه نکردید پس انتظار عذاب الله باشید که به صورت بلا و مصیبت ها و سختی ها و مشقت ها بر سر شما می آید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.